جوان 23 ساله ساکنان شهر یکوتسک پایتخت جمهوری سخا یا خوتستان روسیه را در تشکیل بود و باش غیر قانونی مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه گناهکار شناخته هر دو را شرطاً به 3 سال زندان محکوم کرد. دادگاه این دو زن را همچنین به مبلغ 180 و 200 هزار روبل جریمه بست. خدمات مطبوعات ریاست فسب خوزستان گفت تفتیشات و دادگاه معاین کرد که این دو زن در هیئت گروه بر اساس مصلحت پیشکی در عوض پول نکاح‌های قلبکی با شهروندان خارجی را تشکیل می‌کردند. بنا به فرضیه تفتیشات از خدمت این دو جوانزن ساکنان یکوتسک اساساً شهروندان تاجیکی که در یکوتسک و نیژنی بیستیک زندگی می‌کردند استفاده برده بر اساس نکاح‌های قلبکی تشکیل کرده آنها بدون کواتا اجازت اقامت موقتی به دست می‌آوردند و به این ترتیب از مسئولیت پرداخت پول پاتنت آزاد می‌شدند. بر اساس فرضیه تفتیشات این دو جوانزن از بین زنان و دختران محلی عروس پیدا کرده آنها را مایل می‌کردند که در عوض پول با مهاجران تاجیک نکاح کنند. آنها به داماد و عروس‌های قلبکی طرز رفتار در اداره زکس را می‌فهمانیدند تا که قلبکی بودن ازدواج آنها آشکار نشود. بعد بود شدن کار داماد این نکاح‌های قلبکی بیکار کرده میشد و در پی گرفتن طلاق این دو جوانزن در جستجوی شوهر نو برای عروس‌های پیدا کرده اشان میشدند. حکم این دو جوانزن هنوز به اجرا ندرآمده است. نظر خود آنها و همچنین مهاجرانی که بعد این حق اقامتشان در روسیه بیکار کرده می شود دسترس نیست. تنها در نیمه اول سال 2021 بیش از 44,000 شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را به دست آورده است. برخی شهروندان تاجیک برای صاحب شهروندی شدن از راه‌های از لحاظ قانون نامقبول چون نکاح‌های قلبکی نیز استفاده می‌برند. در صورت آشکار شدن چنین حالت‌ها شهروندانی که نکاح‌های قلبکی کردند از حق اقامت و حتی از شهروندی روسیه محروم گردیده از این کشور اخراج کرده می‌شوند.